اوکی the layout select view grid lines draw razor delete insert below left right merge او split set تدی زي ما ویل څوک مشکل نه لري پکې فرهاد ایمی مرج سیلز کار میکنه ایمی مرج سیلز باز چی میکنه؟ تو وای من یو ځای کوي یک جای میکردن چند خانه رو که انتخاب کنی مرج کنی یک جای میشه تو بگو تو وای یه خانه تو چی وای با یک خانه چی میگه؟ خب سپلیت تیبل هم خواندیم که تیبل در دوی سه تقسیم میکنه در هر جایی که کرسر باشه سپلیت کلیک میکنی تیبل در دوی سه تقسیم میشه خب حالا میایم ویت اند هایت اتو فیت ویت اور هایت چی کار میکنه یکی هست اینی که از هایت است هایت مانا بلندی و ویت چی مانا بر اگر میخوای که از بر کلان و خردش کنی مثلا اینجا کرسر ما مانده ما ویتش زیاد میکنیم چی میشه کلان میشه از بلندیش کلان میشه وکشه گوش و اگر کم میکنی باز خرد میشه و اگر ویتش زیاد میکنی باز ویتش زیاد میشه و اگر کم میکنی باز کم میشه این راستن هم میتونی مثلا ما میخوایم که اینی را کلان بسازم این لاین است که این نشان که میتونه می طرف کلان شه و طرف خود شه کلان شه هر لاین میتونین که کلان خرد کنین مثلا اینی است کلان میکنیم خردش میکنیم یا این قسم اینی میبینین هر یک شه میتونین کلان خرد کنین اگر مکمل تیبل با یک بار میخواین که کلان شه باز اینی نشان چهار پنجه نمیبینین دمی آخر اینی نشانه کش کنین با این کلان میشه خرد میشه مکمل تیبل با یک بار خرد کلان میشه فهمیدین را بعد از او اتو فیت اتو به معنی چی است اتومات فیت کردن میگه مثلا ما اینجا تیبل داریم که در این نوشته است نیم ورد اکسل و اینجا نام یک چند استودنت نوشته است علی ولی احمد و خان و اینجا نمرایشان نوشته است ولی در اینجا نام نوشته است سعی کنید این جای زیاد خالی است میبینید اینجا نام نوشته است دیگه این جای خالی اینی خالی باز اگر میخوایی که می تیبل به اندازه خط شود باز اینجا کرسر میمانی بعد از اون میای اتو فیت دی اتو فیت تو کانتنت اگر کلیک میکنی کانتنت همیشه خط میگه داخل سیل که هرچی میباشه اون کانتنت میگه اگر اتو فیت تو کانتنت میکنی به اندازه کانتنت میشه خط میبینید و اگر اینجا اتو فیت تو ویندو میکنی ویندو باز پس به اندازه خط کش از یک سر تا دیگه سر میشه اتو فیت تو ویندو و اگر اینجا فیکسد کالم ویت کلیک میکنی فیکسد کالم ویت کالم میگه کالم و فیکسد که فیکسد شود ویت برش چه قسم حالا وقتی که خط زیاد شود مثلا در اینجا خط زیاد میکنی چه میشه میبینین این کالم کلان میکنه وقتی که خط زیاد میشه چی میشه کالم کلان میشه دیگهش خرد میشه اگر تو میگی که نه این کالم کلان نشود بعد از چی میکنی فیکسد کالم ویت کلیک میکنی فیکسد کالم ویت اینو که کلیک کردی باز وقتی که خط زیاد میشه باز کالم کلان نمیکنه چی رو کلان میکنه رو را کلان میکنه صح پیش کالم اینی لاین ای طرف آورد که کالم کلان شه ولی رو را کلان میکنه این را فیکسد کالم ویت میکنه فهمیدین اتو فیت تو کانتنت به اندازه خط به اندازه ویندو از یک سر تا دیگه سر و فیکسد کالم ویت که کالم کلان نشه وقتی که خط زیاد میشه رو کلان شه فهمیدین یارا بعد از او distribute rows evenly distribute column چه distribute rows و distribute column این باز چی وقت استفاده میشه این رو وقت استفاده میکنی وقتی که تیبل غیر منظم باشه و تو میخوای که منظم بسازی شه مثلا این کالم خورده است و کالم خورده است یکیش کلان است به همین ترتیب روز مثلا این دو تا کالم خورده است کلان است رو کلان است و خورده هستن میخوای که کلش یک اندازه شه باز فقط در تیبل کلیک کن اگر دیستریبیوت روز کلیک کنیم کل روز یک اندازه میشه چک اندازه روز کلش یک اندازه شد و اگر دیستریبیوت کالم کلیک میکنیم باز کل کالم ها یک اندازه میشه فهمیدین دیستریبیوت روز دیستریبیوت کالم این روز کلش یک اندازه میکنه این کالم کلش یک اندازه میکنه یارا الاینمنت میگه الاینمنت در هوم خوانده بودیم نه یادتان باشه
در اینجا این باز به خاطر تیبل هستن. مثلا اینی خط که در اینجا هست نیم، این در کجا باید بیا؟ اگر ما میخوایم که در مابین بیا یا در این سر بیا یا در این کنج بیا یا در او کنج بیا، باز سعی کنیم می کل کنجایش هست. میبینیم اگر می مابین کلیک کنیم در کجا می؟ اگر این را کلیک کنیم در این کنج، در او کنج، در اینجا، اینی الاینمنت است که در جای. این دایرکشن است که خط چه قسم نوشته باشه. حالا سعی کنید سیده نوشته است، نه؟ میتونی از اینجا چنجش کنی که چه قسم نوشته شما؟ دیاگون تیبل ها و آزوری و چیزاست نوشته باشه. این قسم شما، این قسم شما. بعد از این سل مارجینز، اگر مارجینز هم برش میدیم، مارجینز خوانده بدیم، نه؟ فاصله های صفحه بود پیج مارجین، نه؟ این سل مارجین است که تنها برای یک خانه فاصله میدیم. مثلا این خط اینجا نوشته است، میگی که کمی بیشتر شروع شود یا از بالا یک کمی فاصله داشته باشه، با سل مارجین کلیک میکنیم. سل مارجین تک تاپ لیفت رایت اند باتم. مثلا میگم از تاپ به اندازه 0.5 فاصله داشته باشه. در مثالی که کرسر مانده مثلا چی میشه؟ از 0.5 فاصله از تاپ پیدا کنید. از هر طرف از 4 طرفش میتونی که فاصله شون زیاد بسازی. بعد از این سورت چی مانا؟ خوانده بدیم سورت، نه یادتون است؟ در اینجا در هوم سورت. قاری؟ سورت فاصله خط فاصله وکی. يعني ده سيرتير غادي نساش لك يا خود اشتغل بیا پس شما پیش میرین از بیشتر از یادتان میره. ها؟ سورت ترتیب کردن. مثلا اینی ناما نوشته است، اینی از علی که است، نه؟ با حروف چی شروع شده؟ ای باز والی با دبلیو، باز ای، باز کی. میگه سورت شوا، منظم شوا. ولی ناما بیا که از ای شروع باشه، باز بی، باز سی تا زید. یا زید شروع شوا تا ای. بعد از او سورت کلیک میکنیم. در تیبل فقط کلیک کن. بعد از او در لیاوت سورت کلیک کو. سورت که کلیک کردی اینجا برات میگه که سورت باید چی را سورت میکنیم. اگه چی را برام سورت کو؟ نیم. کالم نیم اینجا که نیم نوشته است، اینی کالم برام سورت کو. دایی چی است؟ تکست است، خط است. اگه عدد باشه چی انتخاب میشه؟ نمبر. اگه تاریخ باشه دیت خودش انتخاب میکنه. اگه اینجا خط نباشه نمبر باشه اینجا خودش نمبر انتخاب میشه. اگه دیت باشه خودش دیت. اگه نشد باز خودت انتخاب کو. فعلا خط است، ما خط انتخاب میکنیم. اسندینگ شوا یا دیسندینگ شوا. اسندینگ چی بود؟ از ای تا زید. دیسندینگ از زید تا ای. میگم اسندینگ شوا. اوکی کو سعی کنم منظم بشه. اول ای. ولی این نیم از چی شروع شده؟ این هیچ را سورت نشد. این خون باید سورت شود. به خاطر که خو از این شروع شده، نه؟ باز وقتی که سورت کلیک میکنین اینجا یک آپشن ما داریم. سعی کنم my list has header row. My list has header row. Header row این روی عنوان میگه، در جایی که عنوان هستن. این اگر تیک مارک باشه باز او را سورت نمیکنه. اگر این کلیک کنی باز او را هم سورت میکنه. حالا ببین سعی کن این بودس که میاد اینجا. فهمیدین؟ اینجا دیگه چیزام داریم. سورت بای سعی دو تا دیگه. به این معنی که ما میتونیم دو کالم دیگه هم سورت کنیم که مثلا نام سورت باشه، یه هم سورت شوه و یه هم سورت شوه. اوجا عدد است. عدد صرف هم سورت میشه. اگر سندینگ میکنی اول خرد عدد میه باز کلان. اگر دیسندینگ میکنی اول کلان باز خرد میه. میم ورم سورت میکنیم. مثلا اینی هستن احمد چند نمره گرفته؟ 44 و خان 33. میگم میام سورت شوه. وقتی که سورت میکنی مثلا اسندینگ میکنی خرد بالا میره کلان پایین. باز این نمره غلط نمیشه. مثلا از خان چند است؟ 33 و از احمد 44 و از علی 66. اگر این نمبر پایین بیه و این نمبر بالا بره خب اینجا گډوډي آمد یا نه؟ شما نمره غلط میشه، نه؟ اگر یار مکمل بالا میبره، مثلا خانم مکمل بالا ببره، علی را مکمل پایین بیاره، با سورت نیم خراب میشه به خاطر که ازش شروع میشه و در این صورت باز سورت نمیکنه. سورت در صورت میکنه که امکان باشه، که امکان نداشته باشه باز سورت نمیکنه. مثلا من میرم این سورت کلیک میکنم و اینجا برش میگم که باز ورد سورت کو. کالم ورد. در ورد چی نوشته است؟ عدد است. چه قسم برم سورت کو؟ اسندینگ. که اول خورد بیه باز کلام. اوکی کو؟ سورت شد. چرا؟ به خاطر که اگه این عدد بالا بره و او پایین بیاره خب نام غلط میشه، نه؟ یا مارکس گډوډ میشه. اگر نام مکمل ببره بازی سورت خراب میشه. بازی سورت چی وقت استفاده میشه؟ ایمی دوم و سوم
این صورت وقت استفاده میشه که اینجا نامو یک چیز باشه. مثلا من یک رو دیگه اضافه میکنم، اینجا کرسر میمونم، یک رو اضافه میکنم و اینجا نوشته میکنم احمد. فرض کو دو احمد است، یکی پدرش یک است دیگه بچهش دیگه کس است. اینجا میگم که چند نمره داره و اینجا چند نمره داره؟ 8. دو تا احمد است. این نمرهش چیز زیاد است از این کم است. ولی اگر اینی احمد مکمل بالا بره و این احمد مکمل پایین بیاره، سعی کنه نام غلط میشه و این هم سورت میشه. نه در این صورت باز میتونی سورت کنی. حالا اینجا ما میایم سورت کلیک میکنیم، میگم بعد از نام ورد بریم سورت کو. چی رقم سورت کو؟ اسندینگ. اوکی کو. سعی کالی دو تا این بالا شدی پایین، نه ترتیب خراب میشه و نه نمره گډوډ میشه. در صورت امکان اگر مساوی چیز باشه باز سورت میشه، اگر نباشه باز سورت نمیشه. این را سورت میکنه. فهمیدین سورت؟ بعد از اوس ریپیت هیدر رو. ریپیت چی مانا؟ تکرار. هیدر رو شد. هیدر رو این بالایش که عنوان نوشته باشه اینی را هیدر رو میگم. این چی وقت استفاده میشه؟ این وقت استفاده میکنه که یک تیبل داشته باشه که بسیار کلان باشه. مثلا باش کینیش کپی بگیریم، این رو دیلیت کنیم، یک تیبل جور میکنیم، insert تیبل، میگم 3 کالم داشته باشه و 1.5 روز. فرض که یک لیست جور میکنی از 200-300 نفر، من روز دادم. ولی بی در چند صفحه آمد؟ در 4 صفحه آمد. من اینجا نامش نوشته کردم که نیم ورد اکسل. بولد و ایتالیک و چیزارم سایز و چیزایش هم چینج کردم. این لیست جور میکنم که اینجا نامهای مردم نوشته کنم، اینجا نمرایشان و اینجا نمرای اکسلشان نوشته کنم. در پایین صفحه هم همی کار میکنم. اینجا نام نوشته میکنم، اینجا ورد، اینجا اکسل. ولی اینجا خو عنواناش نیست. نه اگر خودت نوشته میکنی، مثلا در این صفحه هم نوشته میکنی، در اون صفحه هم نوشته میکنی، این قسم اگر صفحه زیاد باشه باز در صفحه نوشته کردن جنجالی است. نه باز چی میکنی؟ فقط اینجا کرسر بان و در لیاوت ریپیت هیدر رو کلیک. یکی کلیک شد، حالا ببینید چطور شده؟ در کلش خودش میاد. خوبیش این هم هست اگر من این را تغییر کنم کلش خودش تغییر میشه. مثلا اینجا میام یک رنگ هم میتم، از اینجا رنگ میتم، مثلا اینی رنگ دادم. حالا ببین پایین چی شده؟ رنگ خودش تبدیل میشه. اگه این آپشن نباشه تو مجبور در یک خودت نوشته کنی، اگه کپی پیست کنی باز اگه آینده تغییر میوردی یکش تغییر کنی، مجبور هر یکش جدا جدا تغییر کنی. ریپیت هیدر رو چی کار میکنه که امیره تکرار میکنه، در کلی صفحات تکرار میشه. اگه پاس کنی باز پاس چی میشه؟ تکرارش نیست. فهمیدین؟ بعد از او convert to text. convert چی مانا؟ convert در انگلیسی چی مانا؟ تبدیل کردن، convert کردن که از یک چیز به دیگه چیز convert کنی، change کنی. مثلا باش که ورد ما چرا مصروف شد. این آمد یک تیبل باز جور میکنم. اینی یک تیبل است، خط نوشته است. ما میخوایم که تیبلش ختم شود، خطش بانه. تیبل از بین بره ولی خطش باشه. باز اینجا میای در لیاوت convert to text کلیک میکنی. convert to text کی کدی که یعنی با تکست کنورتش کو. حالا میگه که این نام و ورد و چیزا به ذریعه تیبل حالا جدا هستن. نه اینجا پرسان میکنه که separate text with به ذریعه چی separate شود، جدا شود. اگر پاراگراف کلیک میکنی، پاراگراف هر لاین یک پاراگراف میباشه. نه وقتی که انتر میزنه پاراگراف چنج میشه. اگر پاراگراف کلیک میکنی هر یک در یک لاین میاد. اگر تابز کلیک میکنی، تابز هم خوانده بودیم نه که مثلا اینجا یک چیز نوشته میکنی، تاب میزدی اینجا میامد، تاب میزدی اینجا، شیفت تاب میزدی پشت سر میامد. نه اگر تابز کلیک میکنی با فاصله تابز جدا میشه. کاما کلیک کنی در کیبورد که می کاما بٹن است به جدا میشه. و اگر در اینجا حرف نشان نوشته کنی یا حرف نوشته کنی به ذریعه زوم جدا میشه. ما پاراگراف کلیک میکنیم که هر یک در جدا جدا لاین شد. چک تیبلش از بین رفت، هر یک در جدا جدا لاین شد. این convert to text میگه. فهمیدین ایرم؟ بعد از اون فرمولا چی کار میکنه؟ فرمولا جور میکنه. مثلا اینجا ما ریزالت نوشته کردیم از علی ولی یک چند تا رو دیگه اضافه میکنیم، احمد خان. این نمرهشان است و اینجا نمره ازی هستن. حالا اینجا در فرمول مثلا علی در ورد 77 گرفته، در اکسل 66 گرفته، توتال چند میشه؟ مثلا از ولی هم قسم اگه میخوای توتالش بکشی، توتال علی را میکشم، همینجا کلیک کو. از هر کسی که توتالش میکشی همونجا کلیک کو. باز بیا فرمولا کلیک کو.
فرموله که کلیک کنید اینجا فرموله خودش نوشته میشه. همیشه یادتان باشه اگر اکسل باشه ورد باشه وقتی فرموله نوشته میشه اولش باید چی بیه؟ مساوی بیه. اول علامه مساوی بعد از فرمول. اگر اکسل باشه ما اگر اکسل باشه ما این اول مساوی نوشته است. به خاطر جمع کدام فرمول است؟ سم میگیره. SUM سم. همیشه در اکسل در اکسس در ورد وقتی که اعداد جمع میکردین کدام فرمول استفاده دادن؟ سم استفاده میشه. باز در قوس چی نوشته است؟ لفت. که کدام طرف برام جمع کو؟ طرف لفت. اگر اعداد دیگه طرف باشه رایت باشه اگر بالا باشه باز اباو برش میگی اگر پایین باشه بیلو برش میگی. آل لفت اوکی میکنم سه کارتوش جمع میشه. چند شد؟ اگر از ولی رم جمع میکنم اینجا که سر ماندم باز فرموله آل چی نوشته است؟ مساوی سم اباو. اباو چی مانو؟ که اعداد بالا رو برام جمع کو. خب ما بالا رو جمع نمیکنیم از کی رو جمع میکنیم؟ از ولی و از علی این طرف است نه؟ باز در جای اباو چی رو نوشته میکنیم؟ لفت. که اعداد لفت برام جمع کو مثل پیشتر که نوشته بود. چند شد؟ 121. این همین جمع قسم میگن که لفت هم برای جمع کو که از احمد هم جمع شود. لفت از ایران برش میگم. حالا یک قسم اگر لیست کلان باشه از هر یک فرموله استفاده میکنیم وقت میگیره. باز چی میشه؟ یک شه کپی میکنی اینی رو انتخاب میکنیم کپی به اینجا پیست میکنیم کنترل وی. حالا چند شد؟ 99. اگر اینجا ما عدد حالا 55 اردویش هم 99 میشه. خب اگر عدد تبدیل باشه باز حالا سعی کنی 99 میشه 70 و 44 99 میشه نمیشه. باز چی کو سر ازی رایت کلیک کو سر می فرمولش اینجا آپدیت فیلد کلیک کو. چند شد؟ 44. هر وقت که عدد تبدیل شد مثلا این 50 شد جوابش خودش تبدیل نمیشه. در پروگرام اکسل و اکسس دوام میشه به خاطر که اون پروگرام ها هستن برای حساب کتاب نه. دایی نمیشه. دایی مجبور رایت کلیک آپدیت فیلد کلیک کنی تا کی رو برات چنج کنه. فهمیدین؟ حالا اینجا ما توتال میکشم میگم توتال اینجا توتال کل ورد میکشم که اینی کل نمره اینجا چند میشه. باز کرسر ماندی باز میایی در فرمول این دفعه چی باید نوشته کنیم؟ above که عددهای بالا رو برام جمع کن. اوکی میکن؟ اینو برام جمع میکن. فهمیدین؟ ایره میگه لیاوت. کلش فهمیدین؟ ایره کوشش کنیم که خوب یاد بگیرین.